امروز هم هوا خیلی گرم. در چنین هوای گرم لباس پختگی میپوشم، عینک را با خود میگیرم. کلاه باشد بسا به مورد. آب را هم با خود میگیرم. حتی چتر خلال نمیرساند، اکنون به بیرون برایم میشود. سلام دوستانی عزیز. سلام دوستانی عزیز. السلام علیکم. پرسکاو است پیشنهادی شما. و چه خیلی پای بردید این نوبت موضوع بسا به مورد را انتخاب کردیم. البته در چنین هوای گرم از آفتاب زنی، آفتاب خوری، آفتاب زدگی آدمان باید خود را ایمن نگاه دارند. حتی چه خیلی دیدید با استفاده از یک چند اصول. و امروز در این بابت از خود متخصص میپرسیم که در این هوای گرم آدمان باید چگونه خود را ایمن نگاه دارند و از مردم میپرسیم که آنها برای سالم نگاه داشتن جسم خود چیکار میکنند. درباره آفتاب زنی یا خود آفتاب خوری و یا خود آفتاب زدگی از متخصص میپرسیم که چیست. مفهوم آفتاب زدگی حالت پاتولوژی حساب میخورد که هنگام از حد زیاد گرم شوی نورهای اولترابنفش آفتاب بر ارگانیسم تاثیر می‌رساند. در ضمن تاثیر اینها میتواند که در سیستم مرکزی عصب که آنها همچون اداره کننده تمام فونکسیون ارگانیسم باشد، هنگام تاثیر رساندن به اینها میتواند که حالت‌های با عملیات با وجود آید که اینها میتوانند با طریق پس شوی فشار خون، کم شوی نفس کشی، میتواند مثل چون دق نفس کم شوی نارسایی هوا بر هنگام نفس کشی، این میتواند با آورده رساند به ویران شوی سیستم گردش خون. یعنی چه خیلی میگویند از همه بیش به مغز سر تاثیر میکند. در سیستم مرکزی عصب هم خیلی مفهوم است. مغز در روزرویه، در داخل مغز در روزرویه چهارکنجه رومپ است که در اونجا همه مرکزهای سیستمی که ارگانیسم است جایگیر است و اونها میتوانند که ارگانیسم رو چیکنند رگولیت کنند، هم رعایت نمایند و هم کاری آن رو به تنظیم درآورند. پس برای پیشگیری از این حالات ناخوش چیکار باید کرد؟ در نتیجه تاثیر آفتاب، شعله های آفتاب وقتی که ساعت از 12 تا تقریبا 3 وقتی که ما با بیرون احتمالیت زدن آفتاب و گرمی به ارگانیسم زیاد شود. برای پیشگیری کردن از این حالت بهتر و نقصر همین است که همین خیلی حالت های گرمی که در بیرون می شود تا 40-41 درجه در جای سالکین در زیر سایه و خوب می بود که در خانه ها استراحت می نمودیم و به بیرون نمی بودیم و اون پاتولوژی حالت های پاتولوژی من می گفتم با آنها چی گرفتار نمی شدیم. فهمو، شما چی توصیه میدید برای پیشگیری و شفا بخشی؟ برای حمایت نمودن از اون ما می‌دونیم در زیر تاثیر نورهای آفتاب از ارگانیسم و از بدن و بسیارترگی ماده‌های مینرالی از طریق نمک‌های ناتری، کالی، کلسیم، فسفر با آب چی بخار شده برآمده می‌روند. برای این وقتی که ما خواهیم که به این حالت‌ها گرفتار نشیم بهتر می‌بود از نوشابه‌ها و شربت‌هایی که در ما است استفاده می‌بردیم. اون پامیدور، بادرینگ و دیگر محصولات‌های خوراکی که است اون رو کمی نمکدار کرده از اون استعمال می‌بردیم و تلفی همه نمک‌های مینرالی که در ارگانیسم بود اون رو چیکار می‌کردیم برقرار می‌نمودیم. باز چیکار کردن ممکن؟ بعد بهتر می‌بود چون که در حالت آرامش آدم می‌تواند تا 2 لیتر نوشابه نوشد. در حالتی که وقتی که تابستان هوا گرم می‌شود این زمان که هوا گرم است بسیارتر از ماده‌های که مثلا که از شیر حاصل میشوند چون کفیر، سمیتان، اونایی که برقرار میکنن سفیده ما رو موادهای کلسیم دیگر چیزا رو استفاده می‌بردیم و نوشابه‌ای که در جمهوری تاجیکستان ما باید چه خوشاب چه دیگر نمود شربتایی که شفتالو، زردالو رو ما میتونیم شربت کرده استفاده بریم و مقدار آبی که در ارگانیسم ما تلفظ میشه اون رو برقرار نمونیم. هنگامی گشت و گذار کردن در هوای آفتابی چیکار باید کرد؟ خاطررسان کنید. برای حمایت کردن از تاثیر بد آفتاب خوبتر می‌بود اون صابون چترایی است اون رو استفاده بریم و با ضرورت و به ضرورت با جای آفتاب رو که باید گرم است ما نبرایم و میتونه که از تاثیر اون رو که با تمام ارگانیسم است از اون جوره بچش میتونه که از عینک‌هایی که توصیه نموده شده است ولی لباسای تونیک پختگی سفید استفاده بریم. تشکر زیاد. برای همیشه سالم بودن حتما رعایت خواهیم کرد. روزی؟ خوب. اکنون باشد با مردم پرسکا میکنیم. شما در چنین گرمی برای از نورهای آفتاب جسمی خود را حفظ کردن، سلامت نگاه داشتن چرا استفاده میکنید؟ نه. شما از چی استفاده میکنید؟ ما بسیارتر آب میخوریم، آب بازی میکنیم. تو
салқӣ мешавӣ. Ман ором. کلاه نیز دارید کو؟ کلاه داریم عینک داریم اما گرمی خیلی نمی‌رسه. یکم پیش از آن باید مور خواهیم که مسئله پیشگیری آفتاب را بگیم که یک درجه نگاه داریم باید رسانه‌های بیشتر پربنگ شدن که مردم در مجموع باید یک درجه حس کرده شد زیرا که مسئله کبودورکنی از ابتدا تا کنون مسئله اکتوالی هست برای کشور ما زیرا که ما منطقه عریضیم نباید فراموش کرد واقعا امروز ما وقتی اگر به همین نگاه کنیم با مسئله کبودورکنی مردم در اطراف همین چنل‌هایی که اگر شنیدید از نقطه نظری دیدگاه گوناگون تنقیح گرفتن امروز به همین رجوع نمودن دکار یا بر رسانه‌های بیشتر محلی بیان شنوندن که توانیم مردم یک درجه از آفتابی بگیم گرمی آفتابی حفظ نماییم چون که تحلیل‌های علمانی سوای تیپ نشون می‌دهد که نورهای آفتابی که به آدم تاثیر میکنن برانگیزنده کسال‌های گوناگون در نوبت خود می‌گردد اینو من پیشنهاد می‌کنم که با مسئله کبودورکنی شهر از لحاظ موقع جغرافی کشور اعتبار زیاد دهیم و بیشتر بر رسانه‌های پنبرگ دقت افزوده دهیم اگر مردم چتر دیگه عمرهای استفاده برن لیکن این امید اساسی شدن نمیتونه باید ما همین خیلیتون که برای جامعه سالم رو تنها در اطراف اون نوعی کبودورکنی برام مونده میتونیم که کودکان رو از هر گونه بگیم از افکنش آفتاب یک درجه امنی گذاشته توانیم شما از چی استفاده میکنید؟ من شخصا در دیهات کلان شدگی به این مسئله اعتبار نمیتونم شما چی؟ از سایگی درخت باز چی؟ چتر است عینک است از همینا استفاده میکنیم از چتر باید استفاده کرد که باید نسوزه آفتاب باید امین داشتن در کار خودداری کردن در کار نورهای آفتاب که آفتاب نزنه آدم از گرمی احتیاط کردن در کار شما از چی استفاده میکنید؟ من راستیگه از عینک از خانه نمیبرم در یک جا میشینم اگر ضرور نباشد کوشش میکنم در آفتابی نگردم یعنی چی؟ یخماز خوردن هم نمیخواهی؟ طاقت میکنیم بسیارتر آب می نوشم بعد و سونسوزشی کرم میکنیم او گرم است نوشیدن میخواهم کلاه نیز دارید کو؟ افتاب خیلی افتاب آرام میگیرم شما چی؟ حمایه میکنید؟ از گرمی آفتاب بله. نه از یگان چی؟ خیلی ممکن آب بسیارتر بنوشیم تمام چتر یا عینک و یا کلاه چی؟ استفاده نبرم از این سایه درخت شمال باد هوای تازه های کلاه باز چی؟ از لباس پختگی این کلاه از شلپایی که امروز در همه بازارهای ما هستند عینک‌ها باشد عینک‌های سیاه بسیار میمونیم یه رفتن میگیریم از ملهم لباسای پختگی چیز کنم همین کلاه عینک اصلا خیلی باید سرپوش داشته باشه همراه خود من آب گرفتگی میگردم این زمان چون که خیلی گرم است لباسای پختگی میپوشم چون که نوری آفتاب لباس پختگی میدارد سایگی ده؟ نه شوکای پختگی میپوشم لباس پختگی البته لباس سنتتیکی در آمار است لباس پختگی رو استفاده می‌کنم البته در چتر استفاده میکنم گاهی چتر استفاده میکنم و گاهی میبینم که برای من نه آنقدر در آفتاب میگردم البته نورهای آفتاب فایده کلان هم دارد چون ویتامین دی از همین میگیریم ما و این اگر به نارسایی در ارگانیسم باشد بیشتر کودکان نوزاد بیماری های رخت گرفتار میشوند و باعث همین من کمتر استفاده میکنم و کوشش میکنم که تابستان کمی زیر باور مانم آفتاب بسیارتر از کلاه اچکی یعنی عینک ها بسیارتر لباس های پختگی اساسا پوشیدن در چتر بسیارتر از همون میبینیم که عینک هم داره. بله 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 چی؟ خود رو حمایه نمیکنید؟ نه اختیاره چتر و آینه از ملهم ها چی؟ ایقنه از چتر اچکی کریم و ملهم ها از یگان چیز استفاده نمیکنیم شکرم فقط آینه را استفاده میکنیم یگان چیز استفاده نمیکنیم خیلی گرمی آفتاب هم خوب از یک طرف امروز برای کشاورزای ما خوب است آفتاب اگرچه مردم مثال در ساختنی گشته و آموخته شدگی باشن اگر جای ساختنی بکنن که امروز من شکرانه میکنم که آفتاب است کشاورزای ما میتونن که محصولات کشاورزی ما پخته برسد خب محصولات خوش استفاده بگیرن آینه خانه کنکا همش استفاده میبریم کوشش میکنم که سایگی رو کتیرم باز؟ آبی نوشاکی باز؟ من عینک عجیب در نظرسنجی حتی بودن نفرانی که برای حمایه سالمی خود برای حمایه بدن خود کلان از چیز استفاده نمی‌کردند البته به غیر از
آب نوشیدن و در جایهای سایگی گشتن. چرا از چیزی استفاده نمیکنید؟ برای که این گرمی عادت کردن. کم میبرم کوچه. شاید همون در دیهات که کانشی با این مسئله گرمی افتاد مردم دیهات تا 40-45 درجه گرمی دستارو پخته جمع می‌ورده. و برای ما این افتابی که امروز میگن که با اون خبری که مردم واهمه میکنن با اون درجه نیست. لیکن در شهر این مسئله نزدیکی به خود داره. چون که یک نکته رو باید فراموش نکرد که حرارت در شهر نظر به دیو تا 5 درجه بلند است. تعالی علمی رو برای شریف بکنن. زیرا که اسباب افغانیش افتاب سیمنتویی که راهی اسفالت هست بلند شوی حرارت عمر رو دوشن میکنن. برای به این مسئله باید در شهر دقت اساسی داشت. در گرمی عادت کردیم. ما گرمی عادت کردم. خیلی که اولاد اجداد ما همه خیلی گشتن همین با همون دوام میکنیم. برای هم خیلی سوز هم خدمت خوبی میکنیم. عادت کردیم. اینچنین هستند نفرانی که برای سلامتی خود دقتی مخصوص میدن و در چنین گرمی برای حفظ سلامتی خود از یک چند اصول ها استفاده میکنند. برای چی؟ برای که گرمی بسیار نزنه ما رو بیهوش نشیم یکی در راه. معمولا برای حفظ از گرمی بسیار و نگاه داشتن سلامتی خب خود را نقص حس کردن. هوا گرم. برای که چشم احتیاط کردن در کار. از همه قیمت‌ترین برای انسانیت این چشم. برای وقت حمایت کردن. او برای که رو نسوزد گرمی معنی سر نرسد. باز این خوبی دارد که امروز شهر زیبای دوشنبه ببینید چی سویاگی چی سوزندگی های نازو اینا گلو با همراه فرزندمون میبینیم سلخینه ها با میگردیم استراحت های خوب شبانه با خوبتر است. برای آنکه آفتاب به حد گرم روی همه پوستی روی ما میسوزد. برای همین ما از ملهم ها استفاده میکنیم. به ارگانیسم فایده داره. سلخین نگاه میداره. وقتی که عرق میکنی این دیگر با تو را سلخین نگاه میداره. برای هوا گرمه سلخین نگاه میکنه. بچه‌شون فایده دارد. این زمان خیلی برای امین بودن از گرمی کم میگذرنن و سلخین میگیرن. چون که لباس پختگین انسان رو سلخین میگیرد. لباس سنتیکی باشد در فصل سرما خنک در فصل تابستان باشد گرم میگیرد و هم زیانش بیشتر است. گرمی هوا برای انسان خوب است. لیکن باز از آن احتیاط کردن در وقتی روزهای گرمی من بیشتر کوشش میکنم که خود را در جاهای سلخین گیرم نگاه دارم. هم سلخین خوب است هم گرمی خوب است. چون که چتر کمی سایه میافکند و گاهی میتوانم که من چتر رو گیرم اونجا که آفتاب است، اونجا که بسیار درخت نیست و آفتاب بسیار است چتر کمی استفاده میکنم و هر قدر توانم کمتر برای که به من فایده دارد. برای که بسیارتر نور آفتاب چی دارد؟ اولترا بنفشش خیلی ضرر دارد. از همین سبب باید ما خودمون را حمایت کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر آنی که چشم از نورهای آفتاب حمایت کرده میشد. بعد آفتاب هم کمتر به آدم کمتر میرسد. برای همین از چتر عینک استفاده میبرند. آخه کرم بسیار ضرر داره. برای من کمتر استفاده میبره. چون که از هم بهتر همین چیزا هستند. فایده دارد؟ بله پوست به فایده دارد. چشم به فایده دارد اچکی. برای آفتاب برای سن این آینه من وای دارد. دو خصوصیت دارد. از آفتاب وای کردن چشماری وای کردن همچنین این دوربینی است. آفتاب رونیش بسیارتر برای شاید برای که از آفتاب ایمن دارد. برای احتیاطی سلامتی برای بردوام بودن ارگانیسم شاید برای همین. تشکر برای پاسخ. دوستان عزیز با بهترین خلاصه نظرسنجی برنامه را با آخر میرسانیم و ما معلوم گردید که قریب 100% مردم در چنین هوای گرم چگونه حفظ کردن سلامتی خود را میدانند. برایتان همیشه تنصیحاتی را تمنا داریم. تا برنامه دیگر خیر دوستان.